ولی شروع میکنیم از خبر وزارت کار خارجه تاجیکستان که میگوید در نتیجه حمله در مرز تاجیکستان افغانستان 3 شهروند چین به هلاکت رسیدند. در بیانیه وزارت که روز 27 نوامبر نشر شد آمده است حمله شب 26 نوامبر از قلمرو افغانستان به قرارگاه کارمندان یک شرکت استخراج طلا با نام شاهین اسم در نویه شمسدین شاهین صورت گرفته است. در بیانیه آمده است حمله مذکور با استفاده از سلاح‌های آتشفشان و دستگاه پرواز کننده بی سرنشین مجهز با نارنجک عملی گشته است که در نتیجه آن 3 کارمند شرکت شاهین اسم به هلاکت رسیدند. وزارت امور خارجه حمله به قلمرو تاجیکستان و مرگ 3 شهروند چین را قاطعانه محکوم کرده از طالبان حاکم در افغانستان خواسته است جهت تأمین ثبات و امنیت در سرحد تدبیرهای مؤثر بیاندیشند. در بیانیه گفته شده است با وجود تلاش‌های منتظم جانب تاجیکستان جهت حفظ امنیت و ایجاد فضای همکاری متقابلا سودمند در منطقه‌های نزدیک سرحدی تاجیکستان افغانستان عمل‌های گروه‌های جنایتکار واقع در قلمرو آن کشور برای خلل‌دار نمودن وضع سرحدی ادامه دارند. از ضمن رسای 1 سال پیش در همین منطقه از آن سوی مرز و از طرف شخصان مسلح حمله صورت گرفته 1 شهروند چین کشته و 5 نفر زخمی شده بود.